خب امیدوارم حالتون خوب باشه. حدود 3 هفته است که داره از جنایت بزرگ جمهوری اسلامی میگذره. من فکر میکنم یکی از اتفاقای بعدی که داره میفته اینه که ما داریم عادت میکنیم به شنیدن عددهایی که همینطوری از یه جایی به بعد انگار خواه نخواه برامون عادی میشن. و خود سیستم که میگه 3117 نفر من باور نمیکنم. البته به نظر میاد اغلب مردم هم مثل من باور نمیکنن. هر کسی عددی میگه 12,000 نفر، 25,000 نفر، 40,000 نفر، 50,000 نفر. یکی از نکته های دردناک ماجرا اینه که ما تصویری از جمهوری اسلامی داریم که تصویر واقع بینانه‌ای هم هست که بر اساس اون تصویر تقریبا هر کدوم از این اعداد میتونن پذیرفتنی باشن. این خیلی دردناکه. نه دردناک برای اینکه این تصویر به جمهوری اسلامی نمیاد، اتفاقا میاد. دردناک برای اینکه ما مجبور به زندگی با چه ساختار و با چه حکومتی شدیم. ولی یک اتفاق خیلی تلخ به نظر من داره میفته و تا یه حدی هم افتاده. اونم اینه که اگر مراقب نباشیم، اگر حواسمون نباشه، اینو دارم خودم هم میگم، اتفاقا این اعداد همینطوری در ذهنمون به مثابه یک سری شماره ثبت خواهند شد. اینو بگم که هزاران نفر خیلی حجم زیادیه، اصلا به شکل حیرت انگیز زیاده. اگر در طول زندگیتون خیلی واقعی 10,000 نفر رو از نزدیک در یک جا دیده باشید، تازه متوجه میشید که تصور کردن این 10,000 نفر به شکل آدم هایی که دیگه جانی در بدنشون نیست آدم ها میتونه دیوانه کنه. اگر در زندگیتون در یک استادیوم بوده باشید که 30,000 نفر توش دارن شادی میکنن، دارن با یک خواننده یا با یک بند موزیک همراهی میکنن و همون لحظه تصور بکنید که این 30,000 نفر دیگه وجود ندارن. این میتونه برای آدم یک ترومای خیلی واضح بسازه که همون که داره میسازه. یکی از چیزایی که من دارم میبینم، تازه منی که در ایران زندگی نمی کنم، همین شکل گرفتن این ترومای جمعیه. حالا یه دستن که احتمالاً در جواب به همچین حرفی که دارم میزنم یه چیز توی مایا میگن که نه، این حرفا به درد نمیخورن، مفید نیستن، الان خشمه که باید زنده بمونه. موافقم، من هیچ مخالفتی با این حرف ندارم و فکرم میکنم خشم زنده میمونه مگر اینکه دروغ زیاد گفته بشه، وعده های بی خود زیاد داده بشن که زیاد داده شدن. تو اون ویدیوی آیا براندازی نزدیک هست هم گفتم که چه ضررهایی داره این وعده های نزدیک، چه ضررهایی بر امید مردم داره. حالا بگذاریم، در مورد این قضیه صحبت خواهم کرد. ولی من فکر نمی کنم با این تصویر جمعی که برای همه ما شکل گرفته، با این حمام مرگی که راه افتاده، نباید از فعل مجهول استفاده کنم. با این مسلخی که جمهوری اسلامی راه انداخته اساساً ممکن باشه که خشم شکل نگیره یا خشمی که شکل گرفته بخواد سرد بشه، کم رنگ بشه، از بین بره. حالا اصلا حرفم چیه؟ حرفم اینه که این اعداد، من که تو کتم نمیره 3117 نفر،
این اعداد هر چقدر هستن، 10,000 تا، 25,000 تا، 40,000 تا، 50,000 تا، اینا دارن تبدیل میشن به یک سری شماره، در حالی که همه شما قطعا در زندگی روزانه‌تون پیش میاد که با دوستانتون میرید بیرون، یا مثلا چند تا گروه خصوصی و شخصی تر توی تلگرام یا واتساپ دارید که توش مثلا 8 نفر عضون، 10 نفر عضون، 15 نفر عضون. تو همون گروه شخصی که 10-15 نفر عضون از دوستان دوران نمیدونم دبیرستانتون، وقتی یه اتفاقی میفته و یه ویدیوی بانمکی که میفرسته و همه در مورد اون ویدیو صحبت میکنن، یه کم همه ای میشه برای چند دقیقه. تو اون همه آدم میبینه که 8 نفر 10 نفر آدمی زاد در همزمان در مورد موضوع صحبت میکنن و همونجا آدم گم میکنه حرفا رو. یا مثلا در دانشگاه اگر تحصیل کرده باشید میبینید 40 نفر 30 نفر توی کلاسن و خیلی اوقات آدم همون لحظه که تو کلاس نشسته اگر چشمشو ببنده، حداقل نصف کسی که تو کلاس همزمان کنارش نشستن رو یادش نمیاد، چون تعداد زیاده، 30-40 نفر آدم هم. ما در مورد 10 نفر و 40 نفر و 50 نفر و 100 نفر و 200 نفر صحبت نمی کنیم، در مورد این اعداد صحبت نمی کنیم که قابل درک یک نفر در زندگی عادیش بشناسه. داریم در مورد هزارگان صحبت میکنیم و خب هر عددی که در سطح هزارگان باشه یک جمعیته و اصلا یکی از بدیهاش هم همینه که وقتی تبدیل به یک جمعیت میشه اون وجه آماریش خیلی پررنگتر میشه. زمانی که وجه آماریش پررنگتر بشه یه خطر خیلی بزرگ و دردناک وجود داره و اون همینه که تک تک اون آدم ها که جمع اونها، اون جمعیت و اون آمار رو تشکیل میده ممکن کمرنگ بشن، چون هر کدوم از این هزاران و هزاران و هزاران نفر یه زندگی بود، یک زندگی کامل. من در اینستاگرامم در مورد مهدی زادپرور، همون قهرمان پرورشندام که از قدیم فالوور من بود، گویا مورد چند روز پیش اینو فهمیدم و همون لحظه که فهمیدم در موردش استوری گذاشتم و دیدم بقیه هم گذاشتم. بعدش نوشتم که یک زندگی کامل بود. به مدت چند ساعت ویدیوهاشو نگاه کردم، ویدیو که توی صفحش بود و دیدم آدمی بود که طنز متوجه میشد، مهربون بود، باسواد بود، توی هیچ تخصصی خودش در پرورشنده، مربی بود. حتما کسی بود که دلتنگی هایی داشت، غصه هایی داشت، امیدهایی داشت، ترس هایی داشت، اضطراب هایی داشت. حالا تازه یکی مثل مهدی زادپرور یک پلتفرمی داشت، یه جمعیتی دنبالش میکردن. خیلی از بچه‌هایی که جونشون رو از دست دادن اینطوری بودن. خیلی از کسایی که جاویدنام شدن، شهید شدن، جونشون رو از دست دادن، همین پریویلیج رو هم نداشتن، همین امتیاز رو هم نداشتن. بیشترشون کسایی هستن که به احتمال زیاد کسی در موردشون صحبت نمیکنه. داریم در مورد هزاران نفر آدم حرف میزنیم که قصه بیشترشون قراره اصلا شنیده نشه که بخواد در یادها بمونه یا بخواد از خاطره ها پاک بشه. این اصلا به شکل ترسناکی برای من ناراحت کننده است. خودم رو میگذارم جای خانواده، بستگان، عزیزان و دوستان تک تک کسایی که هیچ کس در حال گفتن قصه شون نیست، هیچ کس در حال
بزرگ داشتشون نیست و این چه حس غربت و دلتنگی میتونه به آدم بده. چی کار میشه کرد؟ ما هممون داریم دیگه، هممون یه پلتفرمی داریم، حالا یا در یه جایی مثل ایکس یا در یه جایی مثل اینستاگرام. فکر میکنم دیگه اغلب غریب اتفاقه. شما که الان دارید این ویدیو رو میبینید یه چیزی داریم، مثلا صفحه‌ای که 10 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر دنبالش میکنن. فکر میکنم یکی از کارهایی که باید انجام بدیم، واقعا فکر میکنم وظیفه‌مونه، اینه که یکم بخونیم، یکم بررسی کنیم، بگردیم دنبال اسمای بچه‌هایی که اصلا کسی در حال صحبت ازشون نیست. و واقعا اصلا وحشتناکه که بچه جوون یا میان سال یا پیرمرد یا پیرزن، هر کسی اینطوری کشته بشه و هیچ وقت هم کسی در موردش صحبت نکنه. خودتون بذارین جای پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست صمیمی هر کدوم از اینا. دارید توی سوشال میدیاتون میچرخید و میبینید اصلا انگار جهان هیچ فرقی نکرده با زمانی که عزیز من در اون داشته نفس میکشیده. خیلی ترسناکه. به نظرم باید در مورد تک تک اینا صحبت کنیم. میفهمم حتی توحش این سیستم، خانواده اغلب این بچه ها اصلا میترسن صداشون رو بلند کنن، از دست رفتشون بگن، ولی خب خیلی هم هستن که این ملاحظه رو ندارن، تحت این فشار خیلی نیستن و میشه از عزیز از دست رفتشون صحبت کرد. به نظرم باید صحبت کنیم. من این کار خواهم کرد، هرچی هم بنویسم یا پست خواهم کرد در اینستاگرام یا استوری خواهم کرد که بعداً هایلایت کنم بشه، بعد هم بهش برگشت رجوع کرد. حالا من که دارم این حرف رو میزنم اصلا بعید نیست چند نفر بیان بگن نباید رفت تو حالت روزه و عزاداری، باید کار دیگه ای کرد، باید هدف فراموش نکرد. اصلا به نظر من یکی از مهمترین هدف‌ها باید این باشه که یاد این بچه‌ها زنده بمونه. من از همین تبدیل شدن هر کدوم از اینا به یک شماره و به یک عدد میترسم. با تمام وجود میترسم از اینکه هر کدوم از اینا بخواد در حد همین شماره باقی بمونه. این یک کابوسه برای عزیزانشون، یک کابوسه برای کسایی که قلبشون برای تک تک اینا میتپید. فکر میکنم کاری که باید بکنیم. نمیتونید برام که دیگه چیکار میشه کرد. خیلی سر حال نیستم برای اینکه زیاد ویدیو بگذارم، ولی خب تلاش هم میکنم که بیشتر این کار بکنم. مراقب خودتون باشید. بدرود، میبینم تو.